گمرک فرودگاه دمدیده و روز 14 فوریه خبر داد که کارمندان گمرک از این فرودگاه مسکو از یک شهروند تاجیکستان بیش از 3 میلیون روبل پیدا کردند. مسافری که با پرواز مسکو استانبول سفر میکرد در فرودگاه دمدیده و از طریق راهرو سبز گذشته بود. هنگام پرسش او گفت که با خود حدود 2 میلیون روبل پول نقد دارد، ولی هنگام تفتیش گمرکی شهروند تاجیکستان 2.9 میلیون روبل و 3500 دلار آمریکایی نشان داد. مبلغ عمومی پول‌هایی که غیر قانونی برده میشد طبق قرب رسمی بانک مرکزی روسیه 33084 دلار یا حدود 2.5 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. گفته می شود در اطلاعیه گمرکی دمدیده در رابطه با این قضیه طبق کودکس جنایی و مرافعوی روسیه سنجش ادامه دارد. از اول ماه فوریه این علاقه دومین اولت در فرودگاه روسیه با پول کلان به دست افتادن شهروندان تاجیکستان است. ماریا زکیرova سخنگوی گمرک تیومن روز 3 فوریه خبر داده بود که کارمندان گمرک در فرودگاه روشن شهر تیومن در باغچه دستی یک مسافر پرواز تیومن خوجند قریب 1.5 میلیون روبل پیدا کردند. زکیرova گفت این مسافر با چنین مبلغ بزرگ بدون اعلامیه گمرکی میخواست از راهرو سبز گذرد. در پی بازداشت شهروند تاجیکستان با بیش از 3 میلیون روبل گمرک دمدیده و بار دیگر خاطررسان کرد که بر اساس مقررات قبول شده در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هنگام پرواز به خارج مسافران باید پولهای نقد ارزششان بیش از 10,000 دلار آمریکایی را حتما اعلامیه کنند. در صورت از 10,000 دلار بیشتر بودن پولهایی که به خارج برآورده می شوند مسافران باید همراه با اعلامیه گمرکی سند درباره منبع پیدایش این پولها از جمله سند بانکی را نیز نشان دهند.